این حاشیه آستینت رو خاص میکنه. متریال لازم: منجوق و کریستال سایز 4. از لبه آستین نیم سانت فاصله میذاریم و یه خط میکشیم. هر 2 سانت علامت میزنیم، یه دونه منجوق وارد سوزن میکنیم و میدوزیم. سوزن رو از کنار منجوق بیرون میاریم و 5 تا کریستال سایز 4 وارد میکنیم و به صورت چرخشی سوزن رو از اولین کریستال رد میکنیم. سوزن رو وارد پارچه میکنیم و بین کریستال ها رو بست میزنیم. به همین ترتیب روی تمام علامت ها این گل رو میدوزیم. حالا سوزن رو از بالای کریستال بیرون میاریم، 13 تا منجوق وارد سوزن میکنیم و از بین 2 تا کریستال گل بعدی وارد میشیم و سوزن رو از بین 2 تا کریستال بالایی بیرون میاریم. دوباره 13 تا منجوق وارد میکنیم و همین مراحل رو تا انتها تکرار میکنیم. دیدید چقدر راحت بود؟ با همین تکنیک ساده میتونید یه حاشیه خاص بسازید و لباساتون رو چند برابر شیک‌تر کنید. اگه دختر داری یا خودت از این پاپیونا دوست داری، نمیخواد هزینه کنی، بیا با هم درستش کنیم. من متریال رو توی کپشن برات نوشتم. 14 تا دونه کریستال توی سیم بوکسلم میندازم و یه دونه پای دی. این سمتش هم دوباره باید 14 تا دونه بندازیم تا حلقه پاپیون ما تشکیل بشه. 14 تا که انداختیم، زیر این پای دیا حفره های ریزی داره. سیممون رو هدایت میکنیم تا از یه سمتش بیرون بیاریم و این حلقه پاپیون تشکیل بشه. این سمت هم همین کارو میکنیم. 14 تا کریستال و سیممون رو هدایت میکنیم به یکی از این حفره هایی که پایین بیاد. پایین برای بندش هم 7 تا دونه کریستال انداختم. انتهای کریستالامو با استاپر محکم میکنم که در نیاد. سیمم هم با سیم چین تمام میکنم. این سمت بندم هم همینطور. اگه برات چیزی سوال بود حتما بپرس، تو دایرکت بهت جواب میدم. از این حلقه ها استفاده میکنیم برای وصل کردن گوشواره میخیمون به پاپیونمون. این زیرش حفره داره، راحت حلقه را از توی حفره را بندازید و سوراخ گوشواره میخیمونم بندازید داخل این حلقه. به همین راحتی یه گوشواره خوشگل و شیک دارید. شما کریستالاتون رو هر رنگی که دوست داشتید میتونید بندازید. من اینجام تا کمک کنم شما بهترین ها رو برای خودتون درست کنید. حتما پیجم رو فالو کنید. آموزش های قبلی رو هم ببینید.